سلام، ما دکتر نوید خپلواک هستم. امروز در مورد یک مانور غیر صحی که توسط دکتر و مریض انجام میشه و سبب بروز علائم میگردد صحبت میکنیم. پیشن یا مریض با شکایات بطنی و معده به دکتر مراجعه کرد. دکتر هم بعد از معاینه مواد غایطه دید که اچ پایلوری مثبت است و بالاخره شروع شد پی پی آی و آنتی بایوتیکس، دواهای ایزومپرازول، اومپرازول، دکسلانساپرازول و آنتی بیوتیک ها چون اموکسیسیلین و کلریترومایسین و مترونیدازول و امثال از اینا و به مراتب خورده شد مالتیپل تایمز تا که بالاخره نتیجه منفی شود. یعنی هدف هر دو دکتر و مریض منفی سازی میکروب اچ پایلوری بود و به خاطر این منفی سازی انبار از آنتی بیوتیک و پی پی آی استفاده شد. خب برای دراز مدت استفاده از این دو بخش از ادویجات صدمات خیلی مدهش را به جهاز هاضمه وارد میکنه. سبب اختلال هضم، سبب اختلال جذب و در دراز مدت بالاخره سبب تضعیف سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن ما میگردد. خب به هر حال معده جایی که تیزاب تولید میشه و روده کلان هم جایی که بهترین میزبان برای میکروب های نرمال بدن است. لارج باول یا روده کلان ما حاوی میکروب های نرمال یا گت فلورا یا گت مایکروبیوتم، میکروب های نرمال که در هضم، جذب و در شادمانی مغز ما کمک میکنه. برای معالجه اچ پایلوری از دواهای پی پی آی و آنتی بایوتیکس برای دراز مدت استفاده شد. خب این پی پی آی یا اومپرازول که بعضی ها سالها استفاده میکنه یا شربت های آنتی اسید و آنتی هیستامین چون فیموتیدین و سیموتیدین هم از اینا تیزاب کاهش داد. وقت تیزاب کم شد در پهلو این که اختلال هضم به وجود آمد، همین تیزاب مخارش است که نمگذارد میکروب در روده خرد ما زندگی بکنه. پس در نبود تیزاب میکروب ها در داخل روده لانه میزنه و تکلیف به نام سیبو و سیفو را به وجود میاره. سیبو سمال انتستینل بکتریال اوورگروت و سیفو فنگل اوورگروت. این خود تنها از خوردن دراز مدت پی پی آی به وجود آمد. آنتی بیوتیک میکروب های نرمال روده را از بین میبره، تکلیف دس بایوسیس به وجود میاره و این دس بایوسیس در حقیقت کمک میکنه به وجود آمدن تکلیف دیگه در روده خرد ما یا سیبو، چون میکروب نرمال از بین میره، مجادله با غیر نرمال صورت نمیگیره و اونا هم در روده خرد ما بیشتر تجمع و تکثر میکنه. خلاصه با خوردن این دو دواها اختلال در هضم، اختلال در جذب و اختلالات در تخلیه به وجود آمد. بعد از خوردن نان دمش و پوندیدن معده به وجود میاد، آرق میزنیم، در تشناب بادهای طولانی اخراج میشه. در پهلوی این همه مریض شکایت از قبضیت داره یا اسهال است و یا گاه قبض است گاه اسهال است. ستیتوریا یا مواد غایطی چرب خارج میکنه یا ریم در مواد غایطه موجود است. علائم اودیس یا عدم تخلیه نزد مریض بروز میکنه یا تظاهر میکنه. کرونیک فتیگ سیندروم، خستگی مزمن، علائم قهر، غصه، تشویش، اضطراب، در بعض اوقات نازیا یا دلبدی به وجود میاد. این سوی هاضمه و سوی جذب اگر دوام بکنه بالاخره نزد بعضی ها کم وزنی به وجود آمده، نزد آقایان متأهل اختلال در انزال به وجود آمده یا پریمچور اجاکولیشن. خوب روی هم رفته. All the symptoms begin from misdiagnosis. همه از این علائم بعد از یک تشخیص غلط و دواخوری غلط به وجود آمد. بهترین معالجه به این وضعیت استفاده از دواهای پری و پروبایوتیکس است و توقف پی پی آی یا ایزومپرازول و اومپرازول و آنتی اسیدها جمع آنتی بیوتیک بخش دیگه معالجه است. یوگرت یا ماست بهترین علاج خانوادگی بر از این وضعیت پنداشته میشه.